هایما S8 موتور و گیربکسش موتور GDI داره و گیربکسش AT، اما مثل S7 پلاس برای تو کار نمیکنه. ببین الان این 25000 تا کار کرده و ماشین دست موتور روی گیربکسش خراب شده. حالا یه قطعه ما میگیم آقا به هر دلیلی خراب شده مصرفیه. اول اینکه لوازمش خیلی بد گیر میاد، دست موتور روی گیربکسش امروز مالک خریده، هنوزم نرسیده دستمون، 9,700,000 تومان. خدای نکرده به هر دلیلی گیربکسش بخواد خرابی داشته باشه یا به هر دلیلی خرابی پیش بیاد، باعث میشه که هزینه تعمیراتش به خاطر اینکه لوازمش گرونه خیلی بالاست. ببین الان همین هایما S7 پلاس ما تعمیر کردیم، تقریبا تعمیر کامل گیربکسش شده 27 تومن تا نزدیک 30 تومن. هنوز 30 تومن هم نمیرسه چون توربینش هم دادیم تعمیر با توربین و با کلی هزینه دیگه. اما برای این هایما S8 هزینه نگهداری و تعمیراتش خیلی بالاتره. یه تعمیر گیربکسش الان حداقل 40 تومن تا 170-80 میلیون در میاد. خدای نکرده بخواد یه اتفاق برای گیربکسش بیفته. به خاطر همین اما موتورش قابل قبول‌تره، GDI و رخش هم نسبت به هایما S7 پلاس بهتر شده. حالا سلیقه‌ایه، اما به نظر من مشخصات فنی به خصوص گیربکس این زیاد کیفیت خوبی نداره، چون ساختار و ساختمان گیربکس خوبه ولی کیفیت داخل گیربکس و قطعات داخل گیربکس زیاد ایدئال نیستش. گیربکس و مشخصات فنی گیربکس هایما S7 پلاس از S8 بهتره، قطعاتش هم قیمتش مناسب تره.